سلام، من محمود پورمهدی هستم، بنیانگذار مجتمع خدمات فنی مهندسی فاتر. انشالله به امید خدا ما سعی داریم تو زمینه گردباد تا اونجایی که دستمون برمیاد و تخصص داریم و از تخصص دوستان استفاده بکنیم، بیایم تمام مشکلاتی که دوستان دارن رو به یه نوعی یا خودمون رفع بکنیم یا با آموزش دادن به پرسنلشون، برگزاری کلاس‌های آموزشی توجیهی، بتونیم معلومات همه رو به سطح استانداردهای بین‌المللی نزدیک بکنیم. متاسفانه فقر متخصص، فقر دانش و آگاهی تو زمینه گردباف بسیار پایینه و انتقال تجربه ها صفره. باز با این حال پدران ما یه چیزی به ما یاد دادن تو زمینه گردباف، اما متاسفانه توی ایران در دهه‌های گذشته، تو مخصوصا تو 2 دهه گذشته، انگار که فرمول کوکاکولاه، هیچ کس نمیخواد هیچی رو به کسی یاد بده و کسی پوشیده نیست که هر چیز را زکاتی هست و زکات علم نشرت العلمه. اگر معلمین به ما آموزش نمیدادن، ما همین 2+2 هم شاید نمیتونستیم خودمون در بیاریم یاد بگیریم. پس باید ما بیایم به کمک هم دیگه با مشارکت علومی که داریم به پیشبرد مملکتمون کمک بکنیم. اگر ما بتونیم سطح دانش تو هر زمینی رو بالا ببریم، بهترین چیزی که بچه‌های خودمون استفاده میکنن، زن بچه خودمون اولین کسایی هستن که استفاده میکنن، اقوام خودمون، دوستان خودمون، بعد عموم جامعه هم خب درگیرش میشن. اما میخوام براتون بگم بخل و حسادت گریبانگیر اکثر آدم ها هست تو تمام رشته ها. رشته ما هم استثنا نیست. رشته ما یه مقداری بیشتر از اینم هست. مثلا طرف فکر میکنه اگر که یه بافت 2x2 رو 2x1 رو توی فانریب بهش بگه کبریتی، براش یه اسم مندرآوردی اختراع بکنه. دست که اسمای عمومی و جنرال در دنیا وجود داره برای 90% بافتا و تمام بافتا نشأت گرفته از اون پایه اصلی بافت هستن. و شما اگه یه چیزی هم اختراع میکنید از خودتون یا نوآوری میکنید، تمامش بر مبنای همونه، اصلا چیز اضافه ای نیست. وقتی که شما میایید مثلا یه کاری رو که سوزنچینی میکنید، اون سوزنچینی که حذف میکنید برخوش یه مدل میشه و بدتر از همه اینا، یا اینجوری بگم که بهتر از همه اینا بازی با مواد اولیه است. وقتی شما مواد اولیه مختلفی رو تو زمینه کاریمون استفاده میکنید، خب این اصلا ماهیت کار عوض میشه، مخصوصا موقعی که تو تکمیل میره، مخصوصا موقعی که توی چاپ میره. اینها همه تأثیرگذار یک طرح ابداعی جدید میشه و کسی توی ایران، من خودم به عینه توی این 30 سال گذشته دیدم، مثلا یه سوال از یه همکارم که پرسیدیم، گفته ما هم نتونستیم این کار رو انجام بدیم، ما هم دادیم حسن آقا اومد انجام داد، میخوای یه زنگ بهش بزن ببین چی به چیه. زنگ زنی حسن آقا میگه من که وقت ندارم بیام، میخوای بگم پسرم بیاد یا شاگردم بیاد ببین چی به چی. خب حسن آقا این چقدر میشه؟ والا شما که غریبه نیستیم، ما هر جا میریم اینو 15 تومن میگیریم، حالا چون شما همکاری و دوست مایی و پیشکسوت مایی، شما 10 تومن بده. باشه آقا با 10 تومن هم میدیم. حسن آقا کی میای؟ من تا هفته دیگه گرفتارم آقای پورمهدی. خیلی حسن آقا هفته دیگه تشریف بیارید. تشریف میارن، 2 روز کار میکنم میذارم.
اما یه چیز دیگه هم شما بگم که من خیلی ضربه خوردم، متاسفانه صادقانه کار کردن مخصوصا برای بعضی از این بزرگان و پولدارا داستانیه. به یه جایی که شما آموزش 100% میدی، از ته دل انبارشون رو مرتب میکنی، کارگراشون آموزش میدی، سیستم رو به روز میکنی و به یه نوعی بهت بگم هرچی در چنته داری رو در طبق اخلاص میذاری. مثلا صحبت کردی که من میام روزی 1,000,000 تومان مثلا میگیرم